آخ آخ نمیدونین چقدر کیف داره که خودتون بتونین عین پنیر پیتزای بیرون رو، اونم از نوع خیلی کشدار و سالمش رو توی خونه به راحتی درست کنین. سلام فود فستیا، چطورین؟ اگه میخواین این پنیر پیتزا رو یاد بگیرین و با تمام نکات و فوت و فنهاش اون رو واسه همیشه داشته باشین، حتما این کلیپ رو تا آخر نگاه کنین و سیوش هم بکنین که واسهتون گم نشه. اول از همه شیری که غیر پاستوریزه هست و اصلا اون رو نجوشوندین، داخل قابلمه با کفی ضخیم میریزین و روی حرارت قرار میدین و مدام همش میزنین تا دمای کل شیر به طور یک نواخت بالا بره. دما رو باید با دماسنج اندازه بگیریم. وقتی به 60 درجه سانتیگراد رسید، به طور یکجا سرکه سفید رو بهش اضافه میکنین و هم میزنین. میبینین که شیرمون برید و به صورت دلمه دلمه شدش. ممنونم فود فستی مهربونم از اینکه همون اول لایک و سیو رو انجام دادی. وقتی که بچه‌ها شیرتون برید و طبق فیلم این شکلی شد، درب قابلمه رو میبندین، حرارت رو خاموش میکنین، میذارین 5 دقیقه تو همون حالت بمونه. بعد از اون آب کشش میکنین. دقت کنین که آب پنیر رو اصلا نباید دور بریزین چون که بهش نیاز داریم. آب پنیر رو به قابلمه برمیگردونیم. حالا میریم سراغ پنیر دلمه شدمون که داخل سبد هستش. اون رو طبق فیلم باید ورزش بدین تا به صورت یک دلمه منسجم و محکم بشه. چند دقیقه طبق فیلم ورزش میدیم و بعد میریم سراغ مراحل بعدی. بعد از اینکه خوب ورزش دادیم، داخل قابلمه نمک میزنیم. وقتی که نمک رو اضافه کردیم، حرارت رو روشن میکنیم و اجازه میدیم که دمای آب پنیرمون به 80 درجه برسه. بعد از اون پنیر دلمه شده رو داخل آب میندازیم، چند لحظه صبر میکنیم و درش میاریم و ورزش میدیم و این کار رو باید چند بار تکرار کنیم تا دمای پنیر دلمه شدهتون رو هم به 80 برسه و انقدر داغ بشه که دیگه نتونین با دستتون بگیرینش و سطحش صاف و صیقلی بشه. بعد از اینکه به اون مرحله رسید، فوراً تو آب و یخ قرارش میدین 10 دقیقه تا شوک بهش وارد بشه و بعدش هم پنیر شما آماده است. دیدین که به راحتی تونستین پنیر پیتزای بیرونی رو توی خونه از نوع کاملا سالمش درست کنین. باقی موندهش رو هم داخل سلفون میپیچین و داخل فریزر قرار میدین. حتما این پست رو برای دوستاتون که عاشق فست فودن بفرستین که خیلی به دردشون میخوره.